که از چوکات دین دور ساخت هیچ حیثیتی هویتی برای مسلمانان نمیمانه. مثلا آل خداوند متعال برای ما یک ثبوتی واقعی را که ما و شما لایف به اصطلاح انگلیس ها میبینیم یا برای راست میبینیم، کردوکار اینا را در فلسطین میبینیم. 75 سال میشه که فلسطین را یهودیا اشغال کرده و به نام دولت یهودیزم حکومت میسازند و ساختن و مسلمان ها را میگه که شما از اسلام دور باشین. برای ما خداوند متعال یک چیز را ثابت ساخته. این صحبت از این خاطر میکنم که نسل جدید ما، امی محصلین ما، امی شاگردای ما باید این ادعاءات دروغین یهودیسم و امپریالیسم دنیا را و شرق و غرب را برشان عملا ثابت شده باشه. مثل که یک آدم در لابراتوار استاد میشه، یک خون معاینه میکنه و برش ثابت میشه که این شکر داره و یا این فلان مرض داره و دکتر برش فلان دوا را باید نوشته بکنه. امروز برای ما حقوق بشرشان ثابت شد که در کدام حدود احترام حقوق بشر اینا دارن. اینا برای ما ثابت شد، عیناً ثابت شده. خداوند متعال در قرآن کریم وقتی که میگه عین الیقین، یعنی یک چیزی که برای تو به یقین رسید. آیا اینا چقدر همین حقوق بشر که خودشان در کنوانسیون های خود جای دادن چقدر مراعات کردن در حق مسلمان ها؟ آیا حقوق زن را که ادعا کردن اینا چقدر اینا را مراعات کردن؟ در طی 14 ماه کم از کم 25,000 خواهرای ما و شما را شهید ساختند. حدود 21,000 طفل را اینا شهید ساختند. آیا این حقوق طفل است؟ آیا این حقوق زن است؟ آیا ما مسلمان ها دین خود را از سیاست جدا بکنیم؟ نه، هیچ وقت. وقتی که سیاست ما از دین گرفته شده بود، اخلاقیات اسلامی در مابینش مراعات شده بود، مسلمان ها تا 1924 با عزت در دنیا زندگی میکردن. وقتی که 4 تا منافق پیدا شد و به این ادعاات دروغین غرب و شرق رفت، سببش این شد که 100 سال مسلمان ها در این طور حالت زندگی کرد که خدای پاک ذلت نصیبشان کرده. چرا؟ دین را در سیاست اعلا کردن. حال شما سیل کنین افغانستان از چنگال اشغال ناتو و 48 دولت دنیا و به همه دنیا همراهشان بود، در حدود 11 روز خداوند متعال منافقین سقوط داد. سوریه را شما سیل کنین در حدود 11 روز سقوط کرده. حکومتی که در 9 روز در سوریه میشه، در 54 سال سوریه مردمش ندیده. چرا؟ سببش این بود که اسلام را اینا از چوکات حکومتداری و حکومت سازی دور ساختند و به دروغین ادعا کردند که حقوق بشر است، به دروغین ادعا کردند که حقوق زن است، بلکه اونا میخواهند که زن را یک ابزار اعلاناتی، یک ابزار پست، یک ابزار سبک معرفی بکنند. حالی است که خداوند متعال زن را زیاد جایگاه در چوکات انسانیت داده. اسلام را یک دفعه یک طرف بانیم، در این چوکات انسانیت خداوند متعال زن را یک مقدس چیز پیدا کرده که باید احترامش باشه، باید عفتش نگاه بشه. خلاصه الکلامی است که جوانای ما باید اینا را بفهمن. این لابراتواری که امروز برای ما و شما 3 تا لابراتوار خداوند متعال نشان داد. یک لابراتوار بود که 20 سالیج شرق و غرب در افغانستان سرمایه گذاری کرد. به چه خاطر؟ که دین را از مسلمانای افغانستان دور کنه، دین را از چوکات زندگی، از چوکات سیاست، از چوکات اقتصاد دور بسازه. اما خداوند متعال در مبارزه 20 ساله جهاد مخلصین افغانستان که شد، نتیجهش در 11 روز سقوط کرده. 20 سال مبارزه در 11 روز. چرا؟ خداوند چه میگه؟ ان الباطل کان زهوقا. باطل به تحقیق زهوق است، از بین میره. صحیح است تو مبارزه تو زیاد میکنی از خاطر که تو در قدرش بفهمی. 54 سال بشار الاسد و پدرش در سوریه اون کارها را کرد که شما خودتان شاید در تلویزیونایتان ببینید که انسان نمیکنه. خب باز خداوند متعال در ظرف 11 روز همه طلسمایش از بین برد. اسرائیل که غرب و شرق تبلیغ میکرد و به نام از این حکومت را جور کرده که بیت المقدس را خراب بسازه و در جای از او هیکل سلیمانی را بسازه و به ما مسلمان ها میگه که شما سیاست از دین دور کنید. نه، دین ما سیاست است.
وقتی که دین ما در سیاست دخالت کرد، اقتصاد ما قوی میشه، زندگی ما با عزت میشه، ما در امن میشیم، اولاد و ناموس و دین دنیای ما بهتر میشه. چرا؟ که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. دیگه وقت خداوند متعال شما را این صفت داده که شما بهترین امت ها هستین که خداوند متعال مبعوث ساخته در این دنیا، پس این را باید نسل جدید ما بفهمن، اینا را باید تحلیل بکنن و به این اساس کار بکنن که دشمنای ما واضح هست. ملت الکفر واحده. در هندوستان هندوها مساجد مسلمانان را خراب میکنه، در فلسطین یهودیا بمباری میکنه، در ظرف یک سال 1000 مسجد را شهید ساختن. در افغانستان امپریالیسم و نمیفهم به نام دموکراسی و به نام این و آن چی کردن در افغانستان، چه فجایع را در اینجا آوردن. پس ما مسلمان ها باید به دین خود افتخار بکنیم. دین ما که است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز خداوند متعال که آیت نازل کرد که ما براتان دین کامل ساختم. این کامل در هر ناحیه است، در ناحیه سیاست، اقتصاد، اجتماع، در زندگی دنیا و آخرت خداوند متعال کامل دین را برای ما روان کرده، ارسال کرده. خداوند متعال محمد صلی الله علیه و سلم را برای ما مبعوث ساخته. پس ما باید هم افتخار بکنیم، هم برش دعوت بکنیم، هم بشریت را به خیر دعوت بکنیم و از شر اونا را دور کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم دی پروگرام په دې برخه کې